سلام علیکم بینندگان ارجمند. در صحبت ما امروز یک نفری حضور دارند که واقعا با خودشان کلواری بوی تجربه زندگی با خود دارند. گذشته از این یک انسان بسیار با غیرت، خاکسار، عالمی پرمحصول، نفری که علمش به عمل یار شده است. عبدالحفیظ باباجانوف. استاد همین ما در آغاز گفتیم که انسان وقتی یک سن سال میرسد برای خودش حسابات میدهد که چی رفت، چی شد، چی کار کردن و کدام کارها باید کنم و کدام کارها موند. از کدام کارتون خرسند هستید و از چه افسوس میخورید؟ نه بسیار ریجه ها بود. خدا شکر من کاندیدات میشم حرکت کرده بودم. خدا من دکتری برساند. این به فکرم حرکت کند آدم مهنت کند میشد همش. این همش عمده مهنت به مهنت، فقط مهنت حرکت کند میشد. از چه افسوس میخورید؟ من اکنون افسوس میخوردگی حاضر همطور کنم قریب که خب با زبان‌های یاد گرفتن در کار بود. مثلا زبان خطایی یاد میگرفته بودم. اون دور به 100,000 ماه میخیل بوده. خوندنش مبلغ نبود. من اسپیرانت دورنده بودم. هم به افسوس میکنم که اون یاد نگرفتم بوده. وقتی آمادگی به برنامه و من چند نفر دوستا گفتن که استاد صاحبی چند زبان هستن که بسیار خوب میدونن، بسیار بلد هستن. کدام زبان ها رو میدونید استاد؟ یکتون زبان های مثل قرغیزی، قزاقی، تاتاری، ازبکی، روسی، انگلیسی، مثل عربی بخواهد. بهترین استاد. واقعا به قول قاموسی زنده انسیکلوپدیا. استاد عزیز، من یک همین علمی فیزیک، علمی مناسبت انسان با طبیعت میگویم. همین انسان اگر از نگاه فلسفی نگاه کنیم، مثلا همیشه برای خودش سوال میتید. مثلا یک شاعر میگه که روزها فکری منی است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلی خویشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چی بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا یا چی بوده است مرادی و از این ساختم. میگه بعد آخرش میگه غزل مولانا: مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. یعنی میگه من مرغ باغ ملکوتی خداوند هستم که همین گویم روحی مرا در تنم یک قفس برای این ساخته ماندگی که یک مدت من باید در همین قفس زندگی کنم. اما باغ من باغ ملکوتی است میگه مولانا. همین انسان مقصدش در دنیا اومده زندگی کردنش پیش از همه وظیفه انسان بوده. زندگی کردنش رو شما پیش از همه در چی میبینید که چیکار کند که واقعا هم انسانوار زندگی کند؟ این سوال هم مرکب هم هر یک آدم به خودش در این دوره و هم فلسفی. این اکنون هر یک آدم این مثال اولاد از دادای ما مثال همشان میگن کلانای حرمت کنید. یک ماه میسر میشد احترام کنید. دیدگی و سلام دید دایم. های عبرت شوید میگنده گنده نشوید. نمونه عبرت باشید. هم به فکرم حرکت کند آدم میشد. این اکنون این طرفی اکنون انسان شدن این یک دشوار است. انسان حقیقی شدن مثال شما مثال دایم بجا رود همچی انسان قبول کنن و فکرم این دایم همون شما چی میگن پستنده باشید، دایم شور باشید. دایم شور باشید، دایم کوشش کنید، حرکت کنید و دیگرها دیده ایستاده مثال چی کنند که عبرت گیرند. همیشه
مولانا میگه که 1000 ساله هست از تو مسلمانی 1000 سال دیگر تا به حد انسانی میگه یعنی حد انسانی باز 1000 سال دیگر دور میکنه چون واقعا برای انسانی کامل شدن انسان همیشگی بغیر از که رسالتی مسلمانش باز برای حد انسانی رسیدنش کوشش کنه. صد تشکر. همین با یک معنی فلسفی هست مثلا انسان همیشگی برای خوشبخت شدن کوشش میکنه. حتی معلم فرزانه شاعری خلقی تاجیکستان اگه پی عجیبش هست میگن که آرزو شیرین است اما راهی رسیدن به آرزو شیرین تر. یا مثلا ما میگوییم که توی میکنیم میگوییم حرکتی ما تا توی کردن بسیار زیباست اما توی 3 ساعت به جنبش میشه. اما راهی حرکت راهی رسیدن تو همون سنی خوشبختی سنی خرسندی. با اندیشی شما همین برای خوشبخت شدن انسان کدام کار باید در پیش خودش گوییم قرار دهد گوید که من واقعا برای خوشبختی خودم کار میکنم. به فکرم این سوال مشکل است. این همین خیلی که هر یک تا آدم به فکرم یکم نیت نقص کردنش در کار پیشش به نیت نقص کرده ایستاده همون نیتی که اون چیزی که پاغانه میماند مثال یک پیش خودش به و همین خیلی شود که هم خودش به هم زندگیش به هم همون کمک رساند مثال آینده به خیلی نیتی پاک کردن در کار نقص نیت دویم مثال من گفتم من مسکو خدا خواهد میخونم گفتم من خدا رسول نیت نیک نیت نیک مثال کاندیدات میشم گفتم مثال حرکت کردم خدا رسول مثال این به فکرم همون همه چیز نیت نقص سر میشه میگویم نیت کند لیکن نیت این فقط نیت کردم آنتان نه این تگشند مهنتی دشوارش هم هست. این شبایی بیخوابی مثال حرکت کردن مثال این آبشت دیگرش به مثال کوشیده سیگره همش به توب آوردن در کاریم به خیلی خدا میرساند میگم ده همین. تشکر. استاد من وقتی که با برنامه آمادگی میگرفتم یک استاد عزیزی ما با من گفتن که استاد عبدالحفیظ بابایان یک نمونه خاکساری هستند. وقتی خاکساری میگوییم انتونیم این گوییم مقابل این کلمه میایستد مغروری غرور کبر تکبری. یعنی شما چگونه این تکبر مغروری شکستید که خاکساری رسیدید استاد؟ این چه گوییم به هر همون نیت نقص کرده همون مهنت کنید به فکرم آدم ها و همون یاردم کنید توتالیست نتونه. من یک چیز میگم من عمدگی منده کافیدرنده 100 نفر کار میکنیم ده یکتون کافیدر و یکم من چیکرگیشون همون زنکا اونجا بسیار بار که میگستن و تو متروی میرن همون اینس برآمده من یاردم میدادم ده دایم از دستشون با خالصشون تو متروی برده میموندن سون یا پالتو پوشتگی باشد گفته میپوشوندم تو کمک میکردم دو میگفتن تو این چیزا اگوجا یاد گرفتگی من میگفتم اینا ما هیچ کسی زندگیش نیه ما مثلا غیر خودمو نو پدر و مادرها گفتگی اینا مثلا باباها گفتگی ما هم به عمل کراسیم. تشکر. انا همین شما سخن درباره خصلتی مغروری خودپسندی آدمی به روسیم چی میگه گردی میگه تو همه آدم مثلا همه خصلتایی که شما دوست نمیدارید کدام است که مثلا میخواهید که همه آدم مثلا اگر اصلاح شود درست شود کدام خصلتایی قبول نمیکنید؟ یا این تکبر این دو خصلتی گنده است. این
بعضی کارا میشد که بسیار آدم میگفت که مثال خیلی من گفتم در کار نیده خودش سال یک پاگونه پس گفته خودش چه کند میشد میگم بردم ممکن این چیزه. تشکر استاد. همین یک چیزی هست در مورد پند و نصیحت ما شما پرسیدنی هستم که امروز آیا ما میتوانیم با راه پند و نصیحت نسل امروز رو تربیت کنیم و پند و نصیحت ما گوییم واقعا با اونها گوییم تاثیرگذار هست یا نه؟ پند و نصیحت به فکرم دائم شدنش در کار از طرف کلانو از طرف مطبوعات دائم گفته ایستادن در کار این چیزا. مثال مکتب برفتگینده معلم ها میگود مثال چخیل رفتار کردن در کار هر خد شرایط به مثال بسیاری ها مثلا میگن که جوانای وقتی سخن در مورد جوانان میرن میگن که جوانای امروز بسیار مغرور هستند دیگر هستند یا مثلا ما این گونه نیستیم یا تربیتشون کم هستند. یعنی نفری کلانسال از جوان شکایت میکند. اصلا باید شکایت کنند یا تربیت؟ شکایت کردن در کار نیم بفکرم تربیه کردن در کار گفتن در کار همون و گوید اگر جوانا قبول میکنه جوانای ما دو حاضر پیشتر از جوانای ما یاگل پیش رفتگی مثلا بچه های 4 سال و 5 سال و تلفن نشان دید همه کناپکش رو حلقه میدونن مثلا صرف هم میره. یعنی نسلی گوییم تکنولوژی رقمی. استاد عزیز تشکر. ما یک بخش داریم با نام 3 مصلحت شما. این لحظه ما رو نسل جوانی است نورست است قسم تماشا دارند و آنها انتظار هستند که برایشان چی راهنمایی چی مصلحتی میدادید که واقعا 3 مصلحتی که آنها رو در زندگیشون راهنما شود و موفقیت رسند آرزویشان رو شناخته توانند و توانند که به سوی آرزویشان حرکت کنند. آن چه خواهد بود 3 مصلحت شما؟ هر یک جوان حرکت کند مثال دلشان یگان کسب معقول میشه البته همون کسب کوشش کردنش در کار حرکت کردنش در کار این به همون کسب که مثال لایقتش هست همون بچه مثال همون وقت پدر و مادر همون لحظه فهمیدنش در کار میگو همون لحظه اوزی الله که چه کره بچه و همون یاردم دادن در کار رسیدن به مقصدش همون یاردم تیم به فکرم پیش می برود و دائم گفتن در کار نکه نه تو مثال دکتر میشی پیشی و مثال دکتر نمیخواد مثال و بار کردن در کار نیه و خدا چی میگوید چی میخواد و دلشان دا خداش هست چه که فرشید اگر میگوید من همین خیلی سوهای یا لوچک میشم میگوید مثال ده یا متیماتیک میشم میگوید و اشته کار میکنم میگوید آموزگار میشم میگوید مثال و همون با پدر و مادر رو فهمیدنش در کار اینا مکتب رولش کلام میگوید دیگه مصلحتی دیگه شما؟ حاضر همینجا قریب همش بگفتم قریب همش فرا گرفته شدم؟ نه قریب همش بگفتم من مصلحت من کدام مسئله رو از شما نپرسیدم و شما میخواستید که گویید در انجام برنامه اگر یکان مراجعت یکان گفتنی داشته باشید مرحبا بسیار چیزا گفتیم رحمت همیشه تشکیل کردیم رحمت های کدام شما دائما سلامت باشید. تشکر سلامت باشید دوستان. واقعا بیننده های ارجمند در صحبت ما امروز عبدالحفیظ باباجانov استاد دانشکده انرژتیکی مسکو دکتر علم‌های فیزیکی متماتیکی پروفسور مدیر کافدری متماتیک عالی دانشکده ملی تحقیقاتی اون نفری که واقعا از خورده آرزو کرد گفت که
من ساحه علم میروم. ایام کودکیش به دشواری گذشت. شبها کمتر خواب کرد و بیشتر کتاب خواند. این راه‌هایی بود که به مشکلی پیچانید او را و او را قوت بخشید و او ثابت قدمانه در زندگیش راه زندگی خودش را پیدا کرد. استاد برای اشتراکتون به شما تشکر میگویم. به شما عمر کتاب‌های پر ارزش را آرزو میکنم. همیشه قلمتان سبز باشد. همیشه شاگردان از درس‌های شما، از حضور شما بهره ور باشند. استاد تشکر. خوش آمدید. بیننده‌های ارجمند، اینجا فرصتی برنامه صاحب دلان در صحبت صاحب دلان به پایان میرسد. تا برنامه‌های نوبتی بازم چهره‌های دیگر، بازم شخصیت‌های بسیار ارزنده شایسته، آنهایی که واقعا هم صاحب دل هستند، همراه خودشان کولواری بوی زندگی دارند. به قول مولانا، به قول رودکی بزرگوار، هر کی آموخت از گذشته روزگار نیز ناموند از هیچ آموزگار. واقعا هم زندگی یک معلمی شایسته و ارزنده است که ما را به راه درست هدایت می‌کند. در همین جا من با شما خداحافظی میکنم. خیر، خانه‌تان آباد باشد.